اوکی. اوکی. خب. اوکی. بذاری من این تنظیم کنم. اوکی. خب چیکار کنیم برای شروع؟ کاغذ دارید دیگه، به نظرم یه خورده دستگرمی همینجوری کار کنیم ها. دستگرمی و به دست عادت کنه به کار کردن. خطوط مستقیم، تمام زاویه ها که این دست حرکت کنه. صدای منو واضح دارید؟ بله. بله استاد داریم. امروز یکی دو تا مطلب دیگرم میخوایم صحبت کنیم، به نظرم جالب باشه. علاوه بر این خطوط خیلی هندسی، یه کار دیگه هم ما میخوایم بکنیم توی دستگرمی. درسته؟ وقتی میگیم دستگرمی، وارماپ، دست باید شروع به حرکت آزادانه هم بکنه. یعنی انواع خطوط منحنی رو هم رسم کنه. یه خورده من چیزم کنده. این به خاطر چیه؟ بذار ببینم چیزی باز هست اینجا برای یه سری برنامه رو ببندم. همینطور تمرین هاشور بکنیم. هاشور همین پچینگ و ایجاد تیرگی کردن. یه خورده کنده قلمه، ولی اوکی. ببین این فضای خالی رو میبینید؟ حالا تو هر شکلی که شما دارید رسم میکنید و میبینید، یعنی برای خودتون شکلی که کشیدید، اون فضای خالی رو سعی کنید برای دستگرمی ازش استفاده کنید برای هاشور زدن. چون گاهی میدونی شکل این سایه ها، میبینی، میتونه متفاوت باشه. یعنی میتونه حالت مثلثی داشته باشه که از کوچیک کوتاه شروع میشه، بلند 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 بلندتر میشه، و همینطور شکلهای عجیب این شکلی برای دستگرمی. برای دستگرمی شما میتونید این سایه ها رو از هر جهتی بزنید، اشکالی نداره. ولی برای کار وقتی شکلی رو داریم رسم میکنیم، میخوام که تمام هاشورا اگر راست دست هستید همه 45 درجه باشه از این جهت، که تمرکز بر جهت سایه ها نباشه، تمرکز بر تیرگی و روشنی باشه فقط. یعنی جهت رو یک شکل انتخاب کنید، همون جهت بمونه، این زاویه 45 درجه بمونه. فقط تنها چیزی که شما قادر به تصمیم گیری
هستید اینجا اینه که چه میزان روشنی، چه میزان تیرگی، این رو شما رعایت کنید. حالا هر شکلی، هر چیزی. همینجوری که الان اینو داریم میکشیم، میتونیم راجع به اینم صحبت کنیم. الان گل دارم میکشم. خب یه چیزی که در طراحی و در طبیعت کلا وجود داره رندومنس هست. رندوم یعنی چی؟ یعنی اتفاقی، نمیدونم چجوری میشه به فارسی گفت. رندومه دیگه، درسته؟ یعنی یک نوع نیستن. بلندی و کوتاهی این شاخه ها حتی یکی کوچیکتر، یکی بزرگتر. میدونی چی میگم؟ توی طبیعت مدام ما اینو داریم. مدام تمام اشکال و چیزها یا کوتاهن یا بزرگن، به یک شکل نیستن. همین خودش ایجاد چیز میکنه، طبیعی بودن میکنه و به لحاظ بصری هم زیباست. وقتی ترتیب همه چیز خیلی به اصطلاح حدس زدنی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که خیلی راحت قاعدش رو ببین بله همه به یه اندازه هستن. نه، اندازه های مختلف از کوچیک، بزرگ، بلند، کوتاه، تنوع. تنوع تو طبیعت هست همیشه و یه چیزیه که توی طراحی هم شما هر چیزی بخوایم بکشین، تنوع یه عنصریه که کمک میکنه. توی همه چیز تنوع هست. در واقع حتی تو سایه هایی که میبینیم هم تنوع هست. مثلا گاهی یه چیزای تیره تر، روشن‌تر. و هدف غایی ما، هدف نهایی ما از observational drawing، یعنی شما اجسام رو میذارید جلوتون و شروع میکنید بکشیدن، از این تمرین چیه؟ مثلا این ظرف قهوه رو من میگیرم جلوم و از روش طراحی میکنم. هدف چیه؟ که ساختمون این رو بتونم درک کنم. درسته؟ ساختمون این رو بتونم درک کنم، بفهمم این چه شکلی ساخته شده و از این زاویه‌ای که من دارم به این نگاه میکنم چه شکلی به نظر میاد. هدف نهایی اینه که چی؟ ما ذهنی بتونیم طراحی کنیم. هر چیزی رو هم، حالا الان داریم چیزای ساده رو شروع میکنیم، هر چقدر چیزای پیچیده تر هم بخوایم طراحی کنیم، یاد بگیریم، هدف نهایی اینه که تخیلی بتونیم طراحی کنیم. طراحی تخیلی هدف غایی یه هنرمنده که ذهنی بتونه عینیت ببخشه به تصوراتش. صحبت چی بود؟ صحبت این نامیزانی بود یا رندومنس یا هر جوری که مثلا و میگفتیم در طبیعت این چیزیه که وجود داره و طرح و طبیعی میکنه. مثال دیگهش الان همین رو داشتم نگاه میکردم، یاد کوه افتادم. دیدیم بچه ها خیلی کوه میکشن و همه کوه ها اندازه همن، درسته؟ مثلا جالتی. ولی همین کوه ها اگه ما بخوایم به اندازه های مختلف بکشیم، بعضیا بلندتر و شکلها متفاوتتر، ببین این حتی یه دو تا تیکه داره، همین خودش طبیعی میکنه. درسته؟ پس از یه چیزی داریم صحبت میکنیم که رندومنسه و تنوعه. ببین الان این کوه گرچه خیلی ساده است و فقط خط محیطیش رو رسم کردیم، طبیعی تره. بهش یه تون یا ولیو هم میدیم، یه خاکستری به کلش. خب این از دستگرمیمون، دست را افتاد. درسته؟ خب حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم اینجا و اینجا میتونیم اوکی. من داشتم نگاه میکردم به موزه ونگوگ. ونگوگ به عنوان یه آرتیست که خوبه بشناسیمش،
ون گوگ میوزیم یه موزه هست توی آمستردام هلند ندرلند و آثار ون گوگ اونجا نگهداری میکنه. این موزه ارزش دیدن داره، یعنی آنلاین برید توی سایت ون گوگ میوزیم و قسمت های مختلف رو میشه دید. به خصوص این که ون گوگ نقاشیاش معروفه، ولی فعلا ما توی آموزشمون میخوایم سعی کنیم اصلا به نقاشی نگاه نکنیم، نقاشی نقاشان. میخوایم به طراحی ها نگاه کنیم، به دروینگ نه پینتینگ. یعنی توی یه موزی هم که شما میرید مثل همین، باید سرچ کنید دروینگ ها رو نگاه کنید. خب یه نگاه گذری بکنیم به طور کلی، ببینیم چه خبره اینجا. فقط محض سیاحت. این برنامه های موزه رو داره میگه چه برنامه هایی داره. اوکی. Explore the collection. کالکسیون چیه؟ مجموعه یا مجموعه چیه؟ آثاریه که توی این موزه وجود داره. خب Explore the collection رو ما بزنیم میبرتمون به کجا؟ اینجا فقط میخوایم تماشا کنیم، چیزی نمیخوایم بکشیم، فقط میخوایم نگاه کنیم. الان تمام نقاشیاشو داره نشون میده. البته این نقاشی کار ون گوگ نیست، یه هنرمند دیگه است، ولی این موزه از نقاشی دیگه هم تک و توک اگه ربطی به ون گوگ داشته باشن، یعنی چی، دوست ون گوگ بوده باشن یا در یه دوره‌ای با هم کار کرده باشن، از اونها هم مثلا توی این موزه تک و توک چند تایی اثر ممکنه باشه. اینا ولی همه کارهای ون گوگه و نقاشیاشه و همه چیز. مثلا این کار ون گوگ نیست. ببینیم کار کیه این نقاشی. ببینید دیدن هنر بزرگان خیلی مهمه. یعنی امکان نداره شما بتونید هنرمند بشید یا کار هنری بکنید به شکل درست و شناخت نداشته باشید روی تمام نقاشی‌هایی که در تاریخ بودن، یعنی اساتید. هی میکینگ کار کیه؟ لئون آگوستین لرمیت. این نقاشی من نمیشناسم ولی توی این موزه هست و اینجا توضیح داده که این هنرمند فرانسوی. آره، ولی موضوعی که این هنرمند کشیده چیه؟ موضوع کارگرا رو کشیده و رعایا و فقرا رو کشیده و درسته. و از این جهت چون ون گوگ هم از این موضوع ها خیلی نقاشی میکرد، ون گوگ چند تا هنرمند بودن پیش از ون گوگ که ون گوگ بهشون خیلی احترام قائل بود به خاطر همین موضوع نقاشیشون فقط نقاشی انسانهای زیبا و چهره ها و اینا برای آدمای پولدار نقاشی کنن و اینا نبود. به خاطر این ون گوگ احترام خاصی به یه سری نقاشا در تاریخ میذاشت و احتمالاً اینم تو همون رده قرار میگیره. از این جهتی که توی این موزه کاری از این نقاش دیگه هم هست. هی میکینگ یعنی چی؟ یعنی کاه دارن درست میکنن، نمیدونم چی کار میکنن. جالبه. این داره این داستش رو یه چیزی داره صاف میکنه. چی کار میکنه؟ آناتومی بدن رو میبینی چقدر خوب در آورده. این از طراحی میاده. یعنی قبل از نقاشی شما قدم باید به طراحی فکر کنید. طراحی باید کامل بشه بعد ما به نقاشی اصلا فکر کنیم. حالا ما اینجا بودیم کالکشن و مجموعه رو داشتیم نگاه میکردیم. آها، توش طراحی ها هم هستن. طراحی ها با ابزار مختلف. این طراحی ها میتونه مدادی یا زغالی باشه مثل این. ببینید دوره اوایل کار ون گوگه و اینا همشون از مدل زنده طراحی شده، یعنی آدم واقعی نشسته بوده اونجا ون گوگ کشیده. ولی خب وقت زیادی نیست دیگه، طرح کلیشو زده، بقیه‌شو ذهنی اضافه کرده، سایه ها رو اینها رو. خب اه، آره اوکی. مثلا به ابزارهای مختلف طراحیش هست. یکی این مثلا در حالی که این مثلا با چی انجام شده؟ طرح بسیار زیبایی. این طرح توی باغ کشیده اینا. این طرح
با مداد، ببین این مداد رو میبینی اون زیر زده، بعد با مرکب و قلم آهنی، قلم فلزی، سر قلم فلزی میزنه تو، درسته، تو مرکب برمیکشه، این خطوط باریک رو در آورده. روی طرح ساده کلی مدادی این تیرگی ها رو آورده. این تجربهش خیلی جالبه، ما حتما باید انجام بدیم. یعنی باید مدادی طرح بزنیم، بعد با مرکب و قلم روی این رو تصحیح کنیم یا قوی تر کنیم تیرگی ها رو. این چی میگم؟ اینا رو چه خوب کشیده این فیگور. یه شخص اینجا، گوسفندا، تمام شاخه های درختان رو میبینید چه چهار کشیده؟ آره. پس طراحی ها دیدنشون مهمه. دیگه چی داریم اینجا؟ و ابزار مختلف. اینجا ون گوگ نوع سبک طراحیش تغییر میکنه، چند سال بعدتره. اینجا یه گوشه ای از یه باغی رو کشیده، تنه یه درختی و گیاهان و اینو با چی کشیده؟ قلم نی. باش خوشنویسی میکنیم. قلم نی و سرش حالا یه خورده تخت کرده، یا باز دوباره مداد رو میبینید، طرح کلی رو با مداد اون زیر زده، مشخصه. بعد با مرکب قهوه‌ایه، کاغذ هم قدیمیه، یعنی مداد معلومه اون زیر. طرح کلی رو با مداد زده که ترکیب بندی رو مشخص کنه، بعد با قلم اومده اینا رو. ببین خیلی جالبه. اینجا سبکش گفتم تغییر کرده. اینجا تحت تأثیر نقاشی شرقی، نقاشی ژاپن ون گوگ، به خاطر این سبکش این شکلی شده. خطوط کوتاه 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 بریده، ولی قسمت‌های مختلف نوع خطوط مختلف استفاده کرده. این گیاه رو یک جور با یه سری خطوطی نشون داده، تنه درخت رو به یه شکل، اینها رو با یک چیز. بعد جهت این جهت ها اینا رو از هم جدا کرده، افقی، عمودی، قسمت های مختلف رو. قلم و مرکب خیلی ابزار عالیه برای طراحی. هم قلم نی دیگه، بمبو. و دیگه ما اینجا اگه توی همین کالکشن شما ببین، گفتم تحت تاثیر نقاشی ژاپنی بوده. ون گوگ این طرح شما مثلا ببینید خیلی طرح به لحاظ هنری خیلی طرح قویه و ارزش داره. یعنی نابغه است کسی که اینو کشیده به این شکل. به نظر ممکنه ساده بیاد، ولی ببین اینجا ون گوگ دوباره مداد رو میبینید، اون زیر با مداد طرح زده، بعد با مرکب مثلا آبی، مرکب قهوه‌ای، و این توی هر چیزی ابزارم می نویسن: pencil, brush and oil paint and watercolor on paper. یعنی مداد، قلمو، براش، رنگ روغن و آبرنگ، واترکالر، روی کاغذ. یعنی یه قسمت هایشو با آبرنگ طراحی کرده، مثل اینا رو، آسمونو. یعنی ابزارش چند تا ابزار بهش میگن مولتی مدیا، یعنی مدیاهای مختلف داره استفاده میکنه روی یه اثر. همش پنسل نیست، همش مرکب نیست. این خطوط آبی تند و احتمالاً رنگ مثلا هر چیزی که دم دستش بوده استفاده میکرده. ون گوگ آره، زندگیش هم البته باید دونست ابزار چندانی نداشته، ابزارش خیلی محدود بوده، با هر چی که دم دستش بوده خلق کرده. این که گفتم این کار ارزش هنری بالا داره، به خاطر اینکه طبیعت رو اونجوری که همه میبینن ندیده، طبیعت رو ترجمه کرده به نوع خطی که خودش در دلش داشته. مثلا این خطوط منحنی، ببین ابرها رو به همون منحنی دیده که درخت‌ها رو دیده. این به اصطلاح استایلایز کرده، به یه شیوهی ترجمه کرده طبیعت رو و کاری خلق کرده که اثر حسی خودشه، درک خودش رو، و یه شخصی از این جهت. خب این از این جهت کار با ارزشیه، توی یه روستاییه، جایی که بعدم میره زندگی میکنه، جنوب فرانسه، و مناظر جالبی داشته.
اونجا خیلی تعریف کرد و گفتم چی تحت تاثیر نقاشی ژاپنیه. نگاه کردیم چند جایی اینجا و اونجا به کارهای ژاپنی و اینکه منحنی ها تو کارهای شرقی چقدر زیادن و ون گوگ چون تحت تاثیر هنر ژاپن بوده خیلی تاثیر گرفته. دیگه چی می‌بینیم؟ آره حالا اینجا اگه ما اصلا این کاملا نقاش شرقیه، کار ون گوگ نیست، توی موزه هست برای دیدن و مقایسه کردن. می‌بینید این حدود منحنی رو می‌بینید چقدر ون گوگ از اینا تاثیر گرفته. ون گوگ در ابتدا این شکلی می‌کشیده به شیوه نقاشان قدیم هلند. مثلا این الان واتر کالره، آبرنگه، یک منظره ای رو کشیده. ببینید کار بسیار زیبایی. کاغذی که برای آبرنگ بخوایم در واقع استفاده کنیم بعداً حالا صحبتش میکنیم، کاغذ باید ضخیم‌تر باشه که بتونه آب رو نگه داره، یعنی بتونه خراب نشه. لایه های آبرنگ رو که استفاده میکنیم. خب ولی فعلا هنوز صحبت رنگ رو داریم نمی کنیم، فقط طراحی رو فعلا باید قوی کنیم. خب و اینو نهایتا میخواستم بگم که در این مجموعه کارهای ون گوگ البته صحبت زیاده، داستان زندگی ون گوگ هم خیلی مهمه. اینجا چیکار میتونیم بکنیم؟ شما اینجا توی سرچ میتونید بزنید drawing، فقط طراحی ها میاد، حالا به ابزار مختلف، زغال، مداد. این عجب طراحی. ببینید خطوط رو دیدن خیلی مهمه، به ما ایده میده. برگی از دفتر طراحیش که اسکن شده، عکس برداری شده. خطا رو میبینید به چه شکل؟ فقط به ممارست و طراحی و تمرین بیشتری که شما تمام این فرما و شکل‌های هندسی رو در طبیعت میتونید ببینید. و گاهی ساده ترین خط، مثلا این خط رو میبینید حجم گوش رو چقدر خوب نشون داده. گاهی نهایت سادگی اوج پیچیدگیه، یعنی سادگی کار هر کسی نیست که با یه خط شما بتونید یه چیزی رو نشون بدید. خیلی حرفه بجا. چند تا از طراحی رو باز نگاه کنیم. متاسفانه سر کلاس این قسمت رو نداریم، یعنی نمیتونیم به آثار نگاه کنیم، ولی خوبی آنلاین اینه که قشنگ میتونیم نگاه کنیم. ون گوگ خود جوش شروع به طراحی میکنه. یعنی چی؟ تمرین میکنه، کلاس طراحی میره چند تایی اینور اونور، از روی مجسمه اینا کار کنه، ولی از روی همون کشاورزا و اینا هم خودش کار میکنه. در حال بذر پاشی هستند. این چیه؟ مداده. کاغذش هم یه کمی بافت داره، کاغذ زیاد صافی نیست که خوبه. ببین چه بافت خوبی ایجاد کرد. چهره ها میبینید چهره های زیبا نیستن، ولی ون گوگ میخواست که نقاش چنین آدم هایی باشه. این فرق ون گوگ با بسیاری هنرمندهای دیگه. پنسل آن پیپر. به این چی میگن؟ مدیا. شما هر اثر هنری خلق کنید، اصلا یه طراحی ساده تا یه نقاشی پر جزئیات، و اینو بخواید نمایش بدید هر جایی، اصلا بخواید اینو پست کنید روی اینستاگرام، روی فیسبوک، یا اینو بخواید توی نمایشگاه نمایش بدید، همیشه باید این مدیا رو بنویسید که این از چه ابزاری استفاده شده. این اپلایره، یعنی چیزی که باش رسم میکنید. میتونه براش باشه، میتونه پنسل باشه، میتونه پن باشه، میتونه پینت باشه، میتونه اویل پینت باشه، اکریلیک میتونه باشه، واتر کالر میتونه باشه. این
بهش میگن چی؟ ساپورت. یعنی اون صفحه‌ای که برش کار میکنه، میتونه کنوس باشه، میتونه پیپر باشه، میتونه، و این همیشه باید درست قید شه که معرفی کنه کارتون مدیاش چی بوده و ابعاد کار و تایتل کار. تو سوورز، دو بذرهاش. هر اثری یه تایتل، عنوان داره. این یک نقاشی ژاپنیه اصلا، ولی جالبه. نقاشی میگم، طراحیه با قلم مو و مرکب. این چرا آوردمون اینجا؟ اب نداره. معلوم. درسته؟ اناره. درسته؟ دوتا میوه است. خاکستری ها رو توجه کنید. این هر چقدر تیره تر میاره در فوکوس میکنه. یعنی چی فوکوس؟ یعنی متمرکز میکنه، انگار جلوتره. و هر چقدر خاکستری کم رنگتر، انگار عقبتره، پشتتره، محوه. آره. تعداد دیگه از همین رعیت ها و اینا میکشیده. و اگه موزه ونگوگ رو دوباره بخوایم نگاه کنیم، اینجا هم بریم تو قسمت اصلی، ونگوگ رو بخوایم بشناسیم که کی بوده و چه کرده، آرت and استوریز ببینید. این وبسایت موزه است دیگه. شما بلیط و اینا بخوای بخرید، بخواد برنامه، یعنی الان چی داره نمایش میده تو خود همون آمستردام، اونا رو اطلاعات دیگه است. ولی توی آرت and استوری، خود قسمت هنرپیشه، اینجا الان بودیم سرچ کالکشن The Life of Vincent van Gogh. این متن خوبیه برای خوندن که وینسنت ون گوگ کی بوده، کجا شروع کرده. ون گوگ استوریز، داستانهاش، یعنی داستانه زندگیش دیگه، اینجا و اونجا اتفاقاتی که برش افتاده. گاهی اینم خوبه بعدم بدونه. فور چیلدرن، اینو موزه چیز کرده، حالا معرفی کنه ون گوگو به بچه ها. به نظرم زیاد جالب، چون خیلی میخوان بفروشن دیگه. نمیدونم الان امروز روز همه چیزو میخوان ازش محصول در بیارن، ویزیتور بیشتر اضافه کنم تو موزه اینا. ولی به درد ما این به لحاظ تاریخی میخوره، علاوه بر اون کالکشن. این آره، وینسنت لایف. این دوره زندگی کرده 1953 1890. سی و چند سال بیشتر نداره، 37 سال زندگی کرد. تو 37 سالگی میمیره ون گوگ. اینم سال شمار زندگیشه دیگه. هر کدوم از اینا رو میشه خوند. کودکیش دنبال مسیری در زندگی داره میگرده، اینجا هنوز پیدا نمیکنه چی کار میخواد بکنه با زندگیش. اولین قدم ها به عنوان یک هنرمند، طراحی های اولیش، peasant paper، نقاش رعیت ها. From dark to light، یه دوره دیگه زندگیش میده که چطور رنگ های تیرش روشنتر میشه کم کم. اوپس، ناخواسته کلیک کردم. ولی اینجا نشون میده تحت تاثیر نقاشی ژاپنی و همینطور هنر امپرسیونیستا. نه، آره، حالا متن بیشتر تا، آره، زندگیش ساوت اوف فرانس، جنوب فرانسه. گفتم اونجایی که مناظرش رو دوست داشت و نقاشی میکرد. آره، اونجایی که به بیمارستان بستری میشه و بعد از مرگش چطور معروف میشه. تازه پی میبرن به نبوغ ون گوگ به عنوان یه هنرمند. در دوره زندگیش بسیار فقیر بوده و آره، به ندرت اصلا میتونسته حتی نقاشی بفروشه. آره، ولی ون گوگ جای مطالعه داره به عنوان یه هنرمند، به عنوان یکی از هنر. بعد آره، برگردیم به تمرینمون. اوکی، میتونیم
بذار ببینم جام. آره، این بیشتر برای خودتونه که اینو به نظرم نگاه کنید. حتی چند تا فیلم هم از زندگی ون گوگ ساخته شده. بعد آره، اوکی. خب من داشتم به اینا نگاه میکردم و اون هم چند تا خواب و اینا. ببخشید یه لحظه، من عطسم میخواد بیاد نمیاد. اوکی. اوکی. یا میتونیم هر موضوع رو سرچ کنیم. خب ما چند وقتی الان داریم این اشیاء رو میکشیم از زاویه‌های مختلف، کم کم داریم درک میکنیم از چه زاویه‌ای نگاه کنیم چه شکلی خواهند داشت و اینها. و اشیاء میتونن شکل هندسی به این شکل داشته باشن، میتونن اشیاء همینجوری باز داریم نگاه میکنیم دیگه، داریم صحبت میکنیم. اشیاء میتونن شکل ارگانیک داشته باشن، مثل یه تیکه سنگ. یک تکه سنگ مثلا. این الان ببینید چه شکلی داره این سنگ. شکل این سنگ ببینید، گرچه الان این سنگ جالبه، اینو ما میخوایم مثلا به عنوان یه فرم ارگانیک، یعنی ظاهرا یه استوانه ساده نیست، یک مکعب نیست، مخروط نیست، ولی تقریبا از همینا ساخته شده یک جورایی. ببین چی میگم؟ اینو مهمه که ما بتونیم، همیشه هم میگم مدل باید یه کمی کوچیکتر باشه از اون چیزی که ما رسم میکنیم. اینجا یه خود دارم کوچیکتر میکنم که اینجا یه کمی بزرگتر باشه. پس هر چیزی رو الان از جز نباید شروع کنم، باید طرح کلیش رو اول باید بذارم. ببینید چقدر هندسیه طرح کلیش. طرح اصلیش شاید اینه. خطا هم همراه با من میتونید بکشید اینا، بعد جزئیاتش رو در میاریم. این طرح کلیش بود، ولی بعد میتونید یه چیز دیگه. وقتی تمرین اینجوری میکنیم، من دارم استپ با استپ، قدم قدم دارم نشونتون میدم، به طرح من رو کپی نکنید. قدم های من، قدم های خودتون رو اینجا پیدا کنید. من فقط راه رفتن رو دارم نشون میدم. میتونه این راه باشه، میتونه دقیقاً الزاما قرار نیست باشه. یعنی مشاهدتون بر مبنای این عکس باشه، نه طراحی من. کپی نکنید از طراحی من. خودتون این تصویر رو تبدیل کنید به چی؟ به طراحی. یعنی خودتون نگاه کنید، تبدیل کنیدش به شکلای هندسی و چی میبینید. اون قسمت مغز وقتی ما مشاهده میکنیم، دلم میخواد همینجوری کار کنید و من دارم صحبت میکنم، یعنی نگاه کنید و طراحی رو از همین شکل بزنید. امیدوارم خیلی کوچیک نباشه توی موبایل. طرح کلی رو شروع کنید و این قسمت مغز که نگاه میکنه میبینه خب اینو من به چه شکلی دارم میبینم و چه شکل هندسی. شکل هندسی همونه دیگه. اینو یه قسمتی که از مغز شما خودتون باید چیز کنید، اینو باید قوی تر و قوی تر باید بکنید. یه لحظه هستش که آدم در مشاهده کردن، در نظاره کردن غرق میشه. این خیلی خوبه توی طراحی. یعنی هدف از طراحی یعنی باید یه همچین رابطه ای باشه بین موضوع و شما که دارید بهش نگاه میکنید. شکل من این قسمت رو تقریبا در آوردم. نیازی است کاملا درست باشه، چون شما همیشه میتونید اصلاح کنید، همیشه میتونید نگاه کنید دوباره متوجه تفاوتش بشید.
یه طراحی اولش قرار نیست همه چیزش درست باشه، در طول مسیر کشیدنه که شما اینو درستش میکنید. بسته حتی سایه ها رو فعلا به شکل فقط قسمت اول سادهش، بعد حتی شاید به شکل این کارو کرد. یعنی ساده ترین چیز، به اصطلاح بی ارزش ترین چیز در دست شما میتونه یک موضوعی باشه برای خلق کردن یک طراحی که بسیار قویه. و از اینجا باید یه قوطی خالی، یه لنگه دمپایی، یه چه میگم، یه لنگه کفش، هر چیزی میتونه یک موضوع باشه برای تمرین کردن و حتی برای یک اثر هنری خلق کردن. ما نمیخوایم محدود باشیم به یک سری موضوع، فقط همیشه فقط گل بکشیم، نه، هر چیزی رو میتونیم بکشیم. طراحی باید به ما یاد بده که نگاه کنیم. خب الان این تقریبا خطوط کلیش رو وقتی در میارید، بعد میشه چی؟ مسئله تیرگی ها و روشنی ها. تیرگی ها و روشنی ها، ما چند تا لایه های مختلف اینجا داریم از تیرگی و روشنی. خب ما چیکار میکنیم؟ آیا مو به مو، ذره به ذره ما همه اینو میخوایم کپی کنیم؟ نه، ما میخوایم تیرگی و روشنی بهش به انگلیسی چی میگیم؟ میگیم value، درسته؟ value یا ارزش رنگ مایه، یا چقدر تیره چقدر روشن. این value، اینجا صدها ولیو وجود داره، این یه خورده روشنتر از این یه خورده تیره تر از اون، ذره به ذره صدها درجه وجود داره از روشن به تیره. ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم محدود کنیم اونو، یه قالب بذاریم. الان بهتون میگم چه شکلی. ببینید، شما تصور کنید، یه لایه بهتون نشون بدم اینجا. شما این گستره رو تصور کنید از تیره به روشن یا روشن. خب اگه این تمام رنج باشه، ما چی رو میخوایم؟ ما در واقع این تیره رو میخوایم، اینو میخوایم. ببینید محدود دارم فقط 3 پله از اینو دارم برمیدارم، 3 نقطه از این کل اینو. این 3 تا خاکستری رو ما میخوایم ببینیم کجا هاست که انقدر تیره است، کجا هاست که این بین نیم سایه و این سایه است، این نیم سایه، میتونیم اینجوری بهش بگیم. این هم قسمت روشن‌تر. خب این ستارش، این بهش میگن چی؟ لیمیتیشن یا محدود کردن. شما دارید لیمیت میذارید رو تمام اون رنج، شما فقط دارید لیمیت انقدر برمیدارید، انقدر برمیدارید و انقدر برمیدارید. خب حالا الان ما میخوایم ولیو ها رو میخوایم اعمال کنیم. اینو صحبتش کردیم تو تیرگی روشنی، یا اگه نکردیم برای اولین باره الان میخوایم صحبتش کنیم. معمولاً برای مثال ها، یک جسم، یک چیزی، یک قسمتی، یک اندازه‌ای، خب یک بستری، یک محدوده ای رو ما میخوایم به 3 قسمت، مثلا سمت راست میخوایم روشنتر باشه، وسط میخوایم میان سایه باشه یا نیم سایه باشه، چپ میخوایم تیره باشه. اینو ما چیکار میکنیم؟ راه غلط انجام دادنش اینه که ما اینو جدا جدا بزنیم، این روشن، این یه خورده تیره تر، این یه خورده تیره تر. البته اینجوری هم میتونیم بزنیم، ولی میخوایم اینجوری. ببین اصلا جداست، نمیدونم اینو قبلا توضیح داده بودم یا نه. کاری که میخوایم بکنیم بیشتر اینه، میخوایم سر تا سر اینو بزنیم، بعد میان نیم سایه رو بزنیم روش،
بعد این قسمت رو روش بزن. گرفتید چی شد؟ و درجه درجه تیرگی رو میخوایم اضافه کنیم. یعنی اگه دوباره توضیح بدیم، اگه یه قسمت این فکر کن روشنه، ما فقط روشن رو دست نمیذاریم، یعنی سفیدو. یعنی فکر کن مثلا یک توپ که سایه، نور و سایش این شکلیه. ببین راهش میشه این. اگه نورمون اون مرکزه، خب یه توپی که سایه خورده، خب اینو اول میزنیم، فقط سفید و خالی میذاریم، نقطه‌ای که روشن‌ترینه. بعد اضافه میکنیم اینجا بر روی اون لایه‌ای که اول زدیم از خاکستری روشن. یعنی گرچه نهایتا ما میخوایم به این برسیم، به این نوع تیرگی میخوایم برسیم در این جسم که یک توپه مثلا، ما کاری که نمی کنیم اینه: ما اول این تیرگی رو نمیزنیم، بعد مثلا یه درجه روشنتر، بعد یه درجه روشنتر، اینجوری. نه، ما از سفید شروع میکنیم. از سفید شروع میکنیم، سفید و خالی میذاریم جایی که اصلا قرار دست نزنیم، نوره. بقیه رو کلا تمامشو در بر میگیریم، درسته؟ کاور میکنیم. بعد روش اگه تیره تر داریم تیره تر رو میزنیم، باز تیره تر اگه داریم تیره تر رو میزنیم. خب از این الان بگذریم، برگردیم به اونجایی که بودیم. حالا در مورد این سنگ باید چیکار کنیم؟ ولیو ها رو بخوایم بزنیم، تیرگی روشنی ها رو. خب منظورم از اون چی بود؟ از ما تیره ترینا رو اول نمیزنیم. البته جاشون رو میتونیم مشخص کنیم، شکل سایه ها رو اینجا. بله چرا که نه. حالا ولی کاری که میکنیم یه چیزی اینجا ممکنه به نظر روشن بیاد، ولی سفید سفید نیست. پس شاید حتی کلش رو بتونیم بذاریم اول و حتی قسمت های تیره رو تیره تر هنوز نمی کنیم، از همون روشن میزنیم. حالا کل این مجموعه کناری تیره تره به نسبت بالایی. خب ما اگه از مداد استفاده میکنیم میتونیم همه این زاویه ها رو نگه داریم. اگه از خودکار استفاده میکنیم میتونیم کراس هچینگ استفاده کنیم. اوکی؟ و این دلیلش چیه؟ چون با مداد شما چیزی دارید به اسم، با مداد شما میتونید با فشار رو زیاد کردن میتونید تیره تر کنید، تیره تر کنید، تیره تر کنید. خب با مداد یا با زغال یا همچین افزاری. با خودکار این کار شما نمیتونید بکنید. اوپس. با خودکار، چون خودکار اگه با فشار کم با فشار زیاد هر جوری بکشید این خط رو به شما میده، نه تیره تر نه روشنتر. پس با خودکار کاری که میکنید چیه؟ این الان یه درس دیگه است ولی الان داریم صحبتشو میکنیم. با خودکار هر چقدر این فاصله ها بیشتر باشن روشنتره، هر چقدر این فاصله ها کمتر باشن ببینید تون تیره تریه، حتی باز نزدیکتر باشن تیره تره. الان ببینید. خب حالا با خودکار یه کار دیگه هم که میتونید بکنید، از این تیره تر این زیاد جالب نمیشه اینجوری بخواید بکنید، دیگه به هم میچسبن. با خودکار چیکار میکنن؟ اینو کراس هچینگ و حتی زاویه‌ای دیگه اینجوری جدولی، درسته؟ یعنی شما اگه اینو داشته باشید
یه زاویه دیگه یه قسمتش رو میزنید مثلا سمت راست، این الان تیره تر شد. باز یه زاویه مخالف اینو پیدا میکنید که خطوط بتونن تأثیر گذار باشن. زاویه مخالف تأثیر رو چیز میکنه. شما تماما میتونید یک جسمی رو طراحی کنید تیرگی و روشنیشو با خودکار، درسته، حجمشو کاملا نشون بدید، هر چیزی که هست. تمرین برای خونه برای این هفته. خب یه چیزی الان این ببین شبیه یه سیر شد، مثلا مواد غذایی، سیر، یه پیاز، یه سیب زمینی. ببین الان سنگو داریم میکشیم، درسته، چیزایی که یه خورده فرم دارن. اینا رو بردارید توی یه نور خوبی بذارید که هم روشنایی معلوم باشه هم تیرگی. از این تمرین کنید، از کشیدن این اشیا یا این موضوع ها. بس میتونه هر چیزی باشه، ولی چی؟ اینا چیزای طبیعی، شکلای طبیعی. و این میشه حالا اون کاری نداریم. اوکی، داشتم میگفتم که تو تیرگی زدن ها اگه مداد، تا حالا با مداد کار کردیم، باید هم با مداد ادامه بدیم و بیشتر تمرین کنیم، ولی کنارش کراس هچینگ، هاشور زدن به شکل متقاطع، این و خب بستگی به قسمت های تیره و روشن اجسام. کار یک هنرمندی رو الان میتونیم نگاه کنیم قبل از اینکه اینو ادامه بدیم و برگردیم این کارو، یا نه اینو اول چیز میکنیم. ژاک ویون یادم بمونه که بعد از این بتونیم کاری کنیم. این هنرمند شیوه طراحیش از کراس هچینگ خیلی استفاده میکنه. میریم میبینیم کارشو. این سنگ رو اگه بخوام ادامه بدیم طراحی کردنشو، پس این کنار رو به طور کلی شاید این روشن رو من خالی بذارم فعلا، بقیه رو یه درجه اضافه کردیم به تیرگی. خب دیگه چی؟ یه درجه تیره تر الان میریم. این شکلی اینجا، این کنار. ببین اینا همه شکل دارن. این شکل‌ها رو شما به دو حالت، یا میتونید به شکل آزاد که من زدم بزنید که سخته، این کارو نکنید هنوز. شما خیلی راحت‌تر میتونید شکل این سایه رو اینجا اول بکشید و شکل این سایه رو اینجا بکشید. حتی چشم باید قوی بشه. چی میبینید اینجا؟ الان این یه خط انگار اینجا هست و این سمتش تیره تره، درسته؟ این نیم سایه ها رو تمام و چشم باید قوی بشه که شما بتونید ببینید. ببینید این تیرگی الان اینجا، این کنار لبه این سنگ تیرگی بیشتر. کل این در تیرگیه. این تیرگی باز شدیده. یه چیز دیگه تو طراحی وجود داره، هارد اج اج versus soft edge. فرق هارد اج و سافت اج چیه؟ یعنی لبه سخت، لبه نرم تو سایه زدن. ببین بعضی از اینها محو شده، نور سایه به نور، مثلا این قسمت ببینید یه خورده نرمه، این بهش میگن سافت اج، لبه نرمه. این قسمت رو ببینید سخته، هارد اجه. این کار رو که میکنید شما حجم رو دارید، شکل رو بهتر میتونید نشون بدید، چون شکل ها یا گردن که لبه های سایه محو میشه، یا شکل ها سختن مثل لبه این سنگ، مثل مکعب، درسته؟ این پس صاف بودن و هارد بودن لبه سایه هاست که در واقع شکل رو داره به ما معرفی میکنه.
این هم همیشه مد نظر داشته باشید توی سایه زدن. کجاهاست که سایه نرم به مرور کم 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 روشن میشه، کجاهاست که یهو بریده میشه یه سطح دیگه است که. و این به خاطر چیه؟ این به خاطر این کار کرده. این کار کرده که مثلا از بالا اگه بخوایم نگاه کنیم، یعنی درک کنیم این مسئله رو، فکر کنیم مثلا ما از بالا داریم نگاه میکنیم، یه جسمی گرده مثل یه استوانه از بالا وقتی نگاه میکنیم و یک مکعب از بالا نگاه میکنیم. حالا نور داره تابیده میشه به این دو جسم از این زاویه. چشم ما کجاست؟ چشم ما اینجاست. چشم ما اینجاست و داره نگاه میکنه به این، به این و به این. خب حالا نور، این نوره. نور از اینجا داره تابیده میشه. نور به چه سطح این دایره داره میخوره؟ به این قسمتش. خب پس سایه، این قسمتش سایه است پشت دایره، این استوانه. خب این یعنی یه استوانه است، یعنی از یه همچین شکلی رو داریم میکشیم، یه استوانه است و اینم یه مکعب. خب ما از اینجا اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، خب این نور از اینجا داره میخوره، این سایه است این پشت. و این سایه چون این سطح گرده، نور اینجا میخوره، اینجا میخوره، کم کم. ببین به اینجا نور داره شدید میخوره. این قسمت چون در برابر نور قرار داره، روشن‌ترین قسمته. این کنار چون نور داره مایل میخوره، چندان روشن نیست، به روشنی اینجا نیست. اینجا کم 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 تیره تر میشه تا به این پشت میرسه. یعنی سایه کنار این یه همچین حالتی پیدا میکنه و این به خاطر گرد بوده. این بهش میگن سافت اج. هارد اج مال اینه. یعنی الان ما نور رو، این دایره رو در نظر نگیر، دایره رو از ببینیم، این مربع رو فقط نگاه کنیم. این مربع مکعب در واقع، ولی از بالا نور داره به اینجا میخوره. این سطح در برابر نور قرار داره و روشنه. این سطح پشت به نوره و تاریکه. پس اینجا سایه اینجاست، این سایه تا این لبه میاد و لبه متوقف میشه. این یک هارد اجه. پس اجسام گاهی نرمه، گاهی درسته، لبه چیزها مثل همین سنگ، مثل هر چیزی، مثل دماغ، مثل پیشونی، مثل چشم، مثل گونه، مثل دست، مثل برگ، مثل تنه درخت، مثل لبه ساختمون. همه چیز ممکنه هم از هر دو ممکنه تشکیل شده باشه، قسمتیش نرم، قسمتیش یهو لبه سفت. همه اینا بسته به زاویه نور، تیرگی روشنیش، یا به تدریج روشن میشه. این مرز نرمه یا این مرز هارده، سخته. خب میتونیم برگردیم و ادامه بدیم طراحی سنگو. خب میتونیم به جزئیات بپردازیم، حتی چیزهای کوچیکی که الان میبینیم تو مرحله جلوتر دیگه. هر چقدر پیشتر جلوتر میریم ما میتونیم جزئیات بیشتر. هیچ اشکالی نداره جزئیات دیدن، مشکل اینه که اول کار نباید جزئیات رو ببینیم، اینجا باید بریم به سراغ جزئیات. جنسیت این سنگ اینا رو الان میشه نشون داد، حتی به انواع خطوط، انواع. ببین بذارید دستتون راحت حرکت کنه و این شکل‌ها رو ترجمه کنه به طراحی. از زبان طبیعت چشمتون داره میبینه، به طراحی ترجمه کنه. زبان طراحی چیه؟ خط سایه است. حتی این نقاط رو اینجا، حتی چشمتون قوی بشه، کل این مثلث رو میبینید اینجا، یه مثلث تیره که هست کم رنگ.
این پشت دوباره یه سایه شدید وجود داره چون نور به اینجا نمیرسه. الان باز میتونیم چیکار کنیم؟ نگاه کنیم این تیرگی ها. ببینید مداد B6 الان دقیقا، ببین حتی این شکلهای کلی رو الان میتونم شکل جزئی تر میتونم به این سایه ها بدم، شکلشون رو دقیقا. ما تو هر مرحله باید مرحله به مرحله باید چیزها رو ببینیم. اول چیز کلی رو باید ببینیم، نباید به جزئیات بپردازیم. بعد طرح کلی رو میبینیم، درک کلی از اون مطلب به دست میاریم. لبه ها ببین الان تازه میتونیم روی این لبه ها، به این لبه ها میتونیم بپردازیم. ببین این تیرگی اینجا، کل این تیره تره، این تصمیم ها رو الان اینجا میتونیم بگیریم. حالا یه چیز دیگه، این سنگ الان چیز نداره، رو حواست، اینجوری نباید باشه. اینجا باز دوباره یه تیرگی این زیر داریم، ببینید. پس ساده ترین موضوع میتونه، خب، الان میتونه موضوع باشه برای طراحی کردن. هیچ چیزی اونقدر ساده نیست که ارزش کشیدن نداشته باشه. ببین این طرح کلی شد دیده، الان میتونیم جزئی تر جزئی تر. خوبی مداد بشیش الان اینه، تیرگی رو اجازه میده به شما، میتونید مداد رو بیشتر فشار میدید، این تیرگی ها رو ایجاد کنه. این وسط کل این سطح انگار تیره تره. میگم شما مشاهده خودتون رو میتونید داشته باشید. من حالا همینجوری که دارم خودم میکشم اینو، دارم به این شکل میبینم. به اون چیزی که میبینید اعتماد کنید، همون چیزی که ذهن شما داره میگه. من الان اینو میبینم، از همین تمرین ها طراحیتون بهتر میشه. مسئله اصلی تمرین کردنه، نه درست بودن یا غلط بودن. همین که دارید سعی میکنید، نگاه میکنید و تمرین میکنید درسته. خب این الان تا اینجا خود سنگ انجام شده یه جا تقریبا. خود این الان ببین جزئیات داره این بالا. نگاه اول کلشو، نگاه دوم جزئیاتشو اضافه میکنه. خب الان چیزی که این لازم داره، این سایش روی زمین، این خط در واقع خط نباید باشه، این باید تیرگی اینجا باید کاملا باید رسم بشه که تازه لبه این سنگ باید بشه. یه خود سر قلم رو بلندتر بزرگتر میکنم، یعنی شما با مداد میتونید از کنار مداد میتونید استفاده کنید وقتی کج میگیرید مداد رو. این شکل، این شکل. نباید خیلی کوچیک باشه و اینو باید محو کنیم، ظریفتر میکنم.
من محو کنم هست آشور دارم میزنم زاویه مختلف. ببینید چقدر جسمیت گرفت به خودش سایه‌ای که روی زمین زدیم. وزن این سنگ الان مشخص شد، ایستا شد، روی زمین قرار گرفته و سایش که روی زمین. حتی این سفیدی های کنار سفید نیستن، سفیدی های کنار هم خاکستری خودشون دارن. یعنی چی؟ یعنی اینه، این خاکستری. این سایه الان باید محو بشه، بریده باشه. باز یه سری نقاطی هستن که چی؟ باز تیره ترن. چه دقیقا میشه اشکال. این اهمیت اینو نشون میده که چطور میتونیم اگه میخوایم روی طرح کار کنیم، نیم ساعت روی یک طراحی با جزئیات، اون وقت حتما باید چیکار کنیم؟ باید کاملا روشن باید شروع کنیم. خطوط نباید اول کار خیلی تیره باشن. ما مرحله مرحله جای کار داشته باشیم. یهو انقدر تیره نشه که دیگه نتونیم هیچ دست ببریم یا به وجود بیاریم. نگاه کنید همه چیزش دقیقا مثل اون سنگ نیست، 100% مشابه، اصلا امکان پذیر نیست. و هدف ما هم از طراحی گفتم این نیستش که دقیقا همونه در بیاد، نه، اصولش رو که رعایت کنیم طرح خوبی خواهیم داشت. این اگه بره باشه، حتی زمینه پشت رو هم یک فضا بهش بدیم بهتره تا اینکه سفید بخوایم بذاریم. درس امروز من فکر کنم بیشتر مطلبمون سر چی بوده؟ سر ولیوز بوده. ولیوز چطور کلی ببینیم سایه ها رو، بعد مرحله به مرحله جزء سایه ها رو هم ببینیم. و من اینو الان تازه خوندم، یک تکه سنگ 100 میلیارد. چیه این؟ چه سنگی؟ این جزئیات میبینی جنسیت سنگ رو نشون میده. حتی یه برگ خشک رو هم شما بخواید طراحی کنید تمام این جزئیات رو داره، نه اینکه فقط سنگ اینجوریه، هر چیزی. استیل. 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 دیش، ظرف. اینا رو الان نگاه میکنید به عنوان تمرین، شما خودتون بتونید انجام بدید برای این تیرگی باشه. دیگه چی؟ از چوب بخوام بگیم تنه درخت. ظرف استیل. چون نور روی
فلز استیل یه جور خاصی دیده میشه، تیرگی، روشنی و اون برقها و اون شکلها. اینو میتونید تمرین کنید. دیگه تنه درخت، تنه درخت خشک، old tree trunk. دیگه چی؟ سنگ الان طراحی کردیم و چیزهای دیگه. همه الان بذار یه نگاه بکنیم به این دوتا موضوع. ظرف استیل، ظرف ظرف استیل. ببینید چه شکلایی داره نور و سایش. خیلی جالبه. ایمیج. حالا یه نکته ای هم باید بگم. حتما ظرف استیل رو این هفته طراحی کنید. مثلا همین بشقاب الان ببینید چرا چیزه. خب همینو ببینید چند جور خاکستری داره میده. 4. یکی سفید، یکی این خاکستری روشن، خاکستری میانه سیاه تیره. ببینید چطوری تقسیم شده. این خودش جنسیت این و این منحنی ها رو میبینید، نوع حرکت نور روی ظرف استیل. اینجا هم دوباره اون منحنی ها رو میبینید. حالا ما امروز چون امکان اینو نداریم به جسم واقعی نگاه کنیم، داریم به عکس نگاه میکنیم. در واقع از روی عکس نقاشی کردن چشممون رو خیلی تنبل میکنه و شکل‌ها رو ما اینجا راحت دیدن اینکه زاویه این بیزی چیه. ما اینو تجربه کردیم توی کلاس. در حالی که جسم واقعی رو وقتی داری نگاه میکنی، این زاویه رو درست دیدن چالشیه. چون که داری شما چیکار میکنید؟ دوباره میگم، شما دارید از فضای سه‌بعدی دارید نگاه میکنید و این رو از هر زاویه‌ای که دارید میبینید، اینو شما دارید ترجمه میکنید روی صفحه 2 بعدی کاغذتون. این کار رو این مهارت رو باید با تمرین به دست بیارید. اگه از روی عکس بخواید بکشید، این عکس حی و حاضر 2 بعدی هست. نصف بیشتر کار آسون شده براتون. این کار رو نکنید. پس چی؟ ظرف استیل واقعی رو نگاه کنید توی نور، توی سایه و از روی ظرف واقعی بکشید. حالا میتونه حتی ظرف استیل باشه، میتونه قاشق استیل باشه، هر چیزی که استیل جنسیتش. پس چیز ما این مسئله است. استیل خوبیش چیه توی طراحی؟ دوباره بعضی جاها شما هم سافت اج دارید هم هارد اج، یعنی هم عبور از تیرگی به روشنی نرم دارید، هم بعضی وقتا لبه های تیرگی روشنی هارد اج. درسته؟ بس به این شکل ظرف استیل، قاشق استیل. حتی قاشق خیلی سخته حجمشو، شکلش رو توی طراحی 3 بعدی نشون دادن. ببین از این زاویه مثلا قاشق رو گذاشتید روی میز، درسته؟ و این طرح و درست کشیدن کار جالبیه. ولی همین دیگه مسئله این شکلا و این چیزاست، روی نوع باستاب نور و سایه روی این متریال که استیل باشه. حالا متریال های مختلف جور مختلف نور و باستاب میدن. نور وقتی میگیم نور و سایه و همینطور به شما ولیوهای مختلف میدن و شکل سایه روشن مختلف. خب الان ما بخوایم چیز رو نگاه کنیم، تنه درخت خشک، تنه درخت خشک یا قدیمی. خب ببینیم چی میبینیم. آها، منظورم مثلا بیشتر این حالت هاست.
بیشتر آها به اون بافت بخوایم نگاه کنیم. اوپس. خب این با زیاد شکل آره. آها آها. ببین این رو طراحی کردن، ببینید چه شکلایی داره، چه تیرگی روشنی داره. این رو با مداد میشه طراحی کرد، قشنگ طراحی عالی میشه ازش در آورد. پس یه موضوع دیگه برای تمرین کردن، درخت، تنه درخت، پوست درخت. خب برای بافت. حالا باز بهترین حالت اینه که چی، شما به درخت واقعی نگاه کنید نه به عکس. اگه دسترسی ندارید سخته، بله برای تمرین بد نیست، از روی عکس هم میشه تمرین کرد، مثل همین کاری که ما امروز کردیم. پس این به یه شکل، حالا میتونه الزاما تنه بریده نباشه. یه کاری نکنید از روی دیزاین یا نقاشی یا اینا طراحی نکنید، از روی طبیعت نقاشی کنید. مثلا این اصلا همچین کاری نکنید، از روی این نکشید، این چیز زیادی به من یاد نمیده، باید طبیعت رو دید. خب و همینطور فکر کنید به چیزهای دیگه مثلا آره میگم موضوعا بسیارن. یه استراحت 5 دقیقه 2 دقیقه کوچیک بکنیم، نشستیم درسته؟ استراحت 2 دقیقه بکنیم. من الان چت رو دیدم. من چت و موقع کار. بله اوکی. میکروفونم میبندم. خواستم چیز رو نشون بدم توی اه، هاشور متقاطع زدن و به این طریق، از این طریق به تیرگی روشنی رسیدن. خواستم کارهای هنرمندی به اسم ژاک ویون رو نگاه کنیم، بنده فرانسوی. ژاک ویلون هم می نویسن. ویون ولی ویون میخونن، مثل پاپیون که پاپیلون می نویسن ولی پاپیون. آرت ورک نه، دروینگز. بسیار زیاد از همین سبک چیز داره، خطوط
که با خودکار گفتم میتونید طراحی کنید. این ببینید تیرگی و روشنی و چه شکلی داره. یه چیز جالب دیگه، این خطوط با خطکش رسم نشدن ها، کار دسته. خطا میبینید همه ارگانیک و درست و طبیعی هستن. هنرمند بزرگیه و حالا یه سری کاراشه. تیرگی روشنی رو ببینید چی در آورد. واو، اینو ببینید جب کاری. فکر کنیم اینترسته اوکی. یک بده خوب میخوایم ولی اوکی هم بد نیست. تا حدودی میشه دید. می‌بینید؟ تیره ها با چی ایجاد شده اون قسمت وسط؟ خطها زاویه های مختلف انقدر روی هم اومدن تا به اون تیرگی رسیدن. حتی زمین خاکستریش میبینید چند درجه مختلف از خاکستری. طبیعت یعنی این واقعا. یه طرح دیگه آشوره دوباره. ببینید اینو سعی کنید با همون مداد نه خودکار اینا استفاده کنید. قلم خودکار و این خیلی کوبیستی هم کار میکنی. شکل و حجمای یه سبک خاصیه. ولی هر موضوعی، موضوع مهم نیست، میتونه هر چیزی باشه. این خود هنرمند بوده. این خیلی هندسی میکنه، شکل‌ها رو هندسی میکنه. این اندازه کامله. اینه. کیفیتش پایینه ولی آره ژاک ویون که تو این سبک زیاد داره. تو سبک که نباید گفت بهش، این شیوهیه. به به. حتی این یه طرح بسیار تنده. ولی چیزی که جالبه اینه که البته اوتلاین کشیده، یعنی خطوط محیطی شکل اینا رو کشیده، ربطی به هاشور نداره. بعد هاشور زده. حالا آسمون ببین ریکورد روشن‌تره، زمین یه خورده تیره تره. اوپس. گاف ها باز تیره تر از زمینن و معلومه که چه اتفاقی داره میفته. خطای آسمون با یه درجه ای از فاصله بینشون، خطای زمین همون فاصله منتها کراس هچینگ متقاطع تیره تر. گاف ها دو سه نوع خط هچینگ روی هم. همه اینها به توسط چیز خطوط محیطی شکل گاو رو در برده. پس تیرگی روشنی ها فقط برای ولیو و طبیعی تر، یعنی چون طبیعت همیشه یک رنگ مایه ای داره، پس اونها فقط برای تولید اون رنگ مایه است. پس آره اهمیت هچینگو داره و تونالیته. این چیه؟ طبیعت یک منظره است. بله. این منظره رو ببینید دوباره خطا همه با دست رسم شده. چقدر دقیق. خب این طرح تمیزتریه، بیشتر روش کار کرده ولی عجب کاریه. خیلی هم انتزاعی به نظر میاد ولی طبیعت رو این شکلی دیده. اون چیزی که واقعا دیده رو کشیده. تعدادی درختان تو پس زمینه، پیش زمینه. چون داریم به آثار هنری یه خورده نگاه میکنیم، خوبه چند تا طرح میخوام نشونتون بدم از استاد بزرگ رمبرانت. رمبراند
رامبراند ما بهش میگیم، به فارسی بهش میگیم رامبراند. رامبراند استاد قرن 17 بوده. رامبراند خیلی استاد قرن 17، 400 سال پیش. نقاشیاشو ببینید رامبراند رو. رامبراند استاد نقاشی بوده. های کوالیتی به های رزولوشن بزنید چی میاد. و یکی از کارش مثلا میخوایم نگاه کنیم ببینیم به چه شکلی رامبراند نقاشی میکرده. مثلا این کیفیت چندانی نداره، چرا های رزولوشن داده؟ چرا؟ ببین رامبراند میبینید چجوری نقاشی میکنه. کیفیت پایینه. با کیفیت نه کیفیت پایینه، ولی از همینجا هم میشه دید. میدونی لکه رنگی میذاره کاملا افسره، ولی استادانه بهتر میشه پیدا کرد. استاد نقاشی بوده. اینا نقاشی قرن 17 اینا. اینا همه چهره خودشه. یکی از اولین نقاشی که سلف پورتره زیاد کشیده، یعنی خودنگاره. همینطور پورتری از دیگران هم کشیده دیگه. این نقاش مطرحی بوده که سفارش کشیده. چهره‌های مختلف کشیده برای کسی. این باید کیفیتش بالا باشه. حالا این هنر نقاشیه، اینو فعلا ما کاری نداریم. نگاه کنیم ولی به جزئیات رو چجوری میکشیده با رنگ. کیفیت این تصویر خوبه. این رنگو چجوری گذاشته، چقدر عجیب غریب، ولی از دور که نگاه میکنی خیلی طبیعیه. و هنر رامبراند بینه. و سایه های رامبراند خیلی معروفن. میبینی تو سایه چقدر کشیده. چشما میبینی تو سایه خیلی عجیبه ها. تو نور خوب ببینید اینا، ببینید چقدر کنترلش روی رنگ و نور درست بوده. خودشو کشیده در جوانی. این باز دوباره خودنگار است. نقاشی دیگه. یا باز این اون نقاشی خودنگاری بود که معروف میشه. نوع ضرب قلم، قلموشو میبینید. باز کیفیت هم چنانی نداره. چهره رو ببینید، مجسمه رو، چه درکی از نور، سایه. و اینا رو میبینید، این زنجیر طلا و اینا آویزونه. اینا رو از اینجا میبینید چقدر طبیعی و طلاگونه به چشم میاد. این نزدیک بشیم کاملا هیچ کدوم با جزئیات نکشته، فقط ضرب قلمه. تق 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 زده. ولی اینقدر درست زده که از اینجا این شکلی به نظر میاد، اینقدر طبیعی. حتی طلاهای روی اینو ببین، چندان جزئیاتی نداره، چند تا ضربه و ایناست، ولی اینا از اینجا اون چیزا نشون میده، اون جنسیت رو داره نشون میده. استاد نقاشی بوده رمبران. مثلا این جنسیت این ظرف رو میبینید چجوری در آورده. از نزدیک که نگاه میکنید چندان جزئی نیست، تا همه ضربه ضربه قلمه، ولی از یه کمی میره دور کاملا میبینید چه جزئیاتی میبینید. این هنر رامبراند بوده. رامبراند و ونگوک هر دو از یک کشور بودن، هر دو هلند. هلند تو نقاشی خیلی خوبی داشته. سنت نقاشیشون مطرحه. نقاشی قرنه. حالا ما میخوایم دروینگ های رامبراند رو ببینیم، طراحیاشو و خطوطشو. و اینم همون، ببین خطوط آشورن ها. ابرها رو ببین چی دیده.
و چه شکلی کشیده. جزئیات رو ببینید اینجا، گاری که داره رد میشه، خط خط و نور. اینجا دوتا مزرعه دارن، یه زنی نشسته با کلاه، مردی ایستاده، دوتا زاره. حالا ما میخوایم چی رو میخوایم؟ دروینگ ها رو ببینیم، رمبرانتس دروینگز. چون چی رو همین هچینگ رو داشتیم میدیدیم دیگه، یعنی هاشور زدن. این قرن 17 قدیمه، 400 سال پیش. چیرگی روشنی ایجاد کردن رو داریم صحبت میکنیم. ببینید چطور با تکرار و زاویه‌های مختلف به تیرگی بیشتر رسیده، خطا از هم باز شدن، روشن‌تره. پس با خودکار اگه بخوای تحریک کنی که باید اونم تحریک کنید، از چیزهای مختلف بکشید. این طراحی تکنیکش چیه؟ آب مرکب بهش میگن. شما طرح رو با خطوط میکشید، بعد با یه قلموی بزرگ و رنگ خیلی رقیق شده با آب، فقط ببینید یه حرکت اینجا اومده، یه دونه اینجا زده، یه دونه اینجا زده، نصف لباس رو زده، نور رو از سایه جدا کرده. ببین چقدر حجم داده به طراحی، در حالی که فقط خط بود قبل از اون. و خطوط ببینید چقدر به هم مربوطن، استادانه به هم مربوطن. یعنی تمام این پیچشا انگار قلم، حتی اینجا ببین قلم اصلا بلند نشده، انقدر با سرعت کشیده شده این. و چقدر جزئیات زیبا کشیده شدن. ببین یه سری چیزا مثل چشم، دماغ با دقت کشیده شده، اینو با دقت کشیده، تون نکشیده این قسمت ها. ولی این قسمت ها رو تون کشیده. ببینی بس چشم و صورت، دستا رو همینچون با دقت میکشن، ولی لباس و اینا رو تون میکشن. این همون تکنیک باز که چی کار میکنن توش؟ با یه قلموی بزرگ تیرگی ایجاد میکنن. ببین در حالی که فقط یک طرح خطی بود اولش. زن پیری در حال آرایش موبایل دختر. این قسمتاشو با قلم مثل قلم نی که خطاطی میکنیم باش، سرشو تیزتر، حالا تخت نیست، و مرکب خطوطو میکشیده. قلم چوبی استفاده میکرده قرن 17 رامبراند، مثل قلم خوشنویسی ما. بعد اینو قلممو استفاده میکرده، همون مرکبی که باش اینا رو زده، ولی اینجا مرکب رو با آب رقیق میکرده و تیرگی کلی ایجاد میکرده. کودک. دوباره همون تکنیک. تو طراحی که قوی بشیم، برای تیرگی های بزرگ رو ایجاد کردن، روی کاغذ یه کمی کلفتر میشه از قلممو و آب مرکب استفاده کرد. با یه خورده رنگ سفید، مثلا گواش سفید، ببین اینجا رو اصلاحاتی کرده، پوشانندگی داره دیگه. چون مرکب وقتی میکشی دیگه نمیتونی تغییر بدی. مثلا این خط رو اشتباه بوده، اصلاح کرده با سفید. آره، طراحی دیدن خیلی کمک میکنه به ما
در درکمون از این که اصلا هنر طراحی چی هست، چگونه باید باشه و این آشورا می‌بینی، تیرگی روشنی و از روی طراحی بزرگان طراحی کردن هم خوبه. ببینید هر چقدر جلوتره به ما، نزدیکتر به تصویر، تیرگی بیشتره، عقبتر روشنتر روشنتر. همینطور ضخامت خط، اینجایی که نزدیکتره به ما خطای کلفتر، دور خطای نازکتر و ظریفتر، محوتر. خب اینا از رامبراند که بسیار کار کرده. خب دوباره تیرگی و روشنی، سایه‌ای که سایه کلاه روی نیمی از صورت افتاده، کراس هچینگ، زاویه مختلف. قلم رو یعنی قلم نیه، قشنگ قلم چوبیه و مرکب، طرح تند. این عجب طراحی جالبی، عجب پوزیه، خیلی جالبه. و خطوط، اینم یه چهره از خودش کشیده. عجیبه این کیفیت این طرح خیلی. نه اینجا کیفیتش چند خوب نیست. بله کیفیتش خوبه. می‌بینی؟ کنار نور پنجره، عجب طرحی کشیده. آشور اینجا دیگه اوج کراس هچینگ، تیرگی ها رو میبینید با چند زاویه مختلف این خطوط زده شده. اینم امضاش این بالا، رمبراند. در دوره خودش بزرگترین نقاش اروپا بوده. کتاب، نه کتاب چیه، همون دفتر طراحیه، در حالی که در آینه داره نگاه میکنه داره میکشه خودشو. استاد بوده. خطوط و تیرگی ها رو دوباره به کل کار نگاه کنیم. پارچه، چین و چروک لباس، ببینید چه شکلی. این همین کاری که ما با سنگ داشتیم میکردیم، یعنی شکلا رو دیده طراحی در. گفتم بهتون چهره چون مرکز توجه رو میبین با چه دیتیلی در برده. لباس رو نه، به نسبت کم جزئیات تره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی به کل تصویر نگاه میکنیم توجه ما رو به این نقطه جلب کنه. ولی خطوط خیلی ارزش داره نگاه کنیم، حتی به خودی خودشون، فقط خطوط رو ببینید. انواع خط و زاویه های خط رو داریم.
خب این نقاشان واقعیت گرا بودن. زمانی بوده که طراحی هنوز طراحی کردن از واقعیت بوده، همون جوری که به چشم میاد. ایمپرسیوه، واقعا ستودنیه. وقتی میبینیم تأثیر گذاره چیزی که میبینیم، جالبه چین کاری. ولی خب نقاشان ژاک ویون رو الان نگاه میکردیم که چقدر متمایز، ون گوگ رو نگاه میکردیم خطوط فرق میکرد. یعنی تو نقاشی مدرن یه خوده هنوز استادانه طراحی میکنن اینا، ولی تفاوتایی هم داره. این داستان قدیمی ون رامبراند خیلی چیزم میکرد، تصویرسازی هم میکرد از قصه ها. داستان قدیمی اشاره به چیز داره. پدری بود که پولدار بود، این داستان، و 2 تا پسر داشت. پسر بزرگش میره پی ولخرجی و اینا، میگه پول سهم منو بده و اینا، میخوام برم دنبال زندگی. سهمشو میگیره میره و اینا، ولخرجی همه رو تموم میکنه و اینا، با پشیمونی برمیگرده. پسر پشیمان. ولی ببین چه طرحی کشیده. دوباره همون تکنیک با قلمو و اون برادر کوچیکی که داره نگاه میکنه. اهمیت دیدن آثار بزرگان هنر خیلی زیاده، چون که ما رو علاقمند نگه میداره به 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 طراحی، به نقاشی. انگار بدونی در محضر اینها بودن، اون ساپورت، و انگار ما در واقع از اینهای پیشینیانی که پیش از ما بودن و ارزش این کار رو نشون دادن. طرح تند، گاهی قلم و دفترش رو میگرفته پیاده میرفته بیرون اطراف شهر و طراحی میکرده. طرحهای تند. منظره ای هم دیدیم ازش بیشتر که خیلی با جزئیات بود. خب اونا رو کار میکردشون، ولی اینها رو از روی مدل زنده. از یه وقتی میومد خونه اون وقت کار میکرد روی جزئیات. مثلا این خب جزئیات بیشتر داره. ولی سیستم رو ما داریم بررسی میکنیم که سیستم چیه؟ کراس هچینگه. گاهی فقط هاشور، گاهی هاشور متقاطع برای قسمتایی که تیره تر و تیره تر و تیره تر میشه. درس ما در واقع باید این باشه. از این گاو رو، آناتومی و شکل بدن گاو رو ببین چقدر خوب در آورده که داره آب میخوره از اون برکه. کیفیت ته چندان بالا نیست. این تکنیکش چیه؟ قلم اینم یا نه قلم موه؟ آره، پن نیست، بیشتر قلم موه. آره، قلم موه باریک و مرکب. دوباره طرح تنده. گهگاه تیره تر، گهگاه روشن‌تر. خب توی وقتی با مرکب شما کار میکنید، بله یه خورده هم شما هچینگ دارید، ولی بیشتر مرکبتون رو با آب چقدر قاطی میکنیده و چقدر جوهر به خودی خود بدونه غلیظ که تیرگی روشنی رو مشخص میکنه. یعنی جاهایی از مرکب خالص استفاده کرده تیره تر، جاهای روشنتر رقیقتر با آب قاطی شده. این اون تنوع رو توی چیز داده، تیرگی روشنی داده. این چیه؟ نگاه کنیم به این طرف. کیفیت آنچنانی نداره، ولی ببینیم چیه. یه سری کلن طراحی رام. این قیمت چیه؟ اینا پرینت هاییه که میفروشن. خود آثار اصلی رو، کاغذهای قدیم رو قیمت نمیشه روش گذاشته، به خاطر همین روی تو موزه نگه نمیشه.
نه نمیتونیم ببینیم. آره. آها این اصلا ببینم اینجا هست. بافت کاغذه یا نظر؟ آره اون دون نقطه نقطه مال کاغذه. خب صحبت ولیو رو داریم امروز میکنیم دیگه، درسته؟ تیرگی روشنی. پس شد با مداد بسته به اینکه از چی استفاده میکنیم. لحظه. اوکی. اه، چرا این کار رو نمیکنه؟ زون. آها باشه. خب بسته به اینکه از چی داریم استفاده میکنیم، یعنی از چه ابزاری. پس اگه مداد می بود به پنتر، مداد باشه که چی؟ طریق همون فشارش روی کاغذ شما میتونید به تیرگی روشنی مختلف برسید و انواع. داریم دوباره ریکپ میکنیم دیگه، داریم مرور میکنیم توی ولیو ها. ولیو و درسمون ولیو بود که تو رنج چیز تیره و روشن ما نیاز نیست به همه اون جزئیات مدلی که داریم نگاه کنیم نگاه کنیم. باید فیلتر کنیم، باید نگاه کنیم تیره ترین حالت چیه، خاکستری میانی چیه، خاکستری روشن چیه. همین ستا رو فکر کنیم اولش، بعد بر مبنای اون جزء سایه ها رو روی اون بستر میتونیم اضافه کنیم، شکل‌های کوچیک‌تر سایه رو. پس اگه مداد باشه پنسل به این شکل ما داریم و باش فشار این رو مشخص کردن، روشن تیره رو با این کار میکنیم. اگه پن باشه کارمون، که فرق پن چیه؟ چه کم فشار بدیم چه زیاد فشار بدیم همون خط و پن به ما داره میده. خودکار پن. با پن اگه میخوایم طراحی کنیم باید چیکار کنیم؟ باید هر چیزی که حالا داریم میکشیم. وقتی طرح که زدیم خطوط اصلی رو کشیدیم. اوکی. هر چیزی. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ برای خاکستریا رو ایجاد کردن. خاکستریا میتونه رنگ یک شی، میتونه تیره باشه مثل این کلاه، یا میتونه سایه‌ای باشه بر یه جسمی. حالا اینو که داریم انجام میدیم هر چیزی هم که میکشیم، اگه با خودکار میخوایم استفاده کنیم و روی هچینگ و کراس هچینگ فاصله ای که اینا از هم دارن یه مسئله است. کراس تیره‌تر میکنه، قسمت هایی از این میخواد تیره تر باشه بکن، این لبه باز یه خورده تیره تر، پشت این یه خورده کراس، زاویه مختلف. اه، سمت چپ الان تیره تره. این قسمت میخوایم تیره تر باشه چون ما نمیخوایم همینجوری تیرش کنیم بی نظم. ما میخوایم یک سیستمی داشته باشیم. ژاک ویون رو به یاد بیارید. زاویه دیگه این تیرگی رو با خودکار فاصله هم کم کرد. اگه میخواید، اگه باز میخواید این تیره تر باشه از یه زاویه دیگه هم شما استفاده میکنید تا اون نقاشی که از خودش طراحی که رامبراند کنار پنجره از خودش جزئیات دیدی سیاهی محضم رسیده بود، یه جاهایی سیاه سیاه، ولی سیاه سیاه هم با نظم به اونجا رسیده بود به زاویه های مختلف. الان کنار این کلاه حتی اگه بیشتر باشه پس از یه زاویه دیگه دوباره این کنار باز میخوام بره یه زاویه دیگه. پس این مرحله به مرحله تیرگی ها رو شما با خودکار اگه بخواید کار کنید، یعنی پن، به این شکل میتونید زاویه های مختلف ها میتونید بزنید. این موضوع رو کشیدم یعنی که هر چیزی که دارید میکشید
هر موضوعی، به هر حال طراحی، سبک‌های مختلف، موضوعهای مختلف. بک‌گراند یه خاکستری ملایم میخوام القا کنم، یه همچین خاکستری، فاصله خطا از هم بیشتر. این میشه طراحی کاملا. خب پس این میشه پن. پنسل میشه این میشه پن. دوباره تو پن هم از خط نترسید، متوجه باشید که یه خط نیاز نیست بکشید. کسی که طراحی هیچ وقت بلد نباشه اینجوری نقاشی میکنه. خب اینم همون حالت، با فلو نگه دارید، روان بودن خط. اشکال نداره خط اگه اشتباه بشه کنارش خط درست رو بکشید و اینا رو به هم وصل کنید. پس این حالت همیشه نگه دارید. خب این از پن. دیگه چی؟ آها، یه روش دیگه توی همین تیرگی روشنی، تیرگی، میان سایه، سایه، نیم سایه، نور، روشن، سایه روشن. خب توی این یه حالت دیگه وجود داره، شما مثلا از یه ابزار دیگه استفاده میکنید، مثلا فکر کنم ماژیک سیاه برمیدارید، خب که این شکلی داره بهتون خط میده. حالا چیزی که میخوایم استفاده کنیم، اینم سریع میخوام بهتون بگم، از اینم توی تیرگی روشنی استفاده کنید. اینم برای خودش یه تمرینه. نقطه 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 نقطه. هر چقدر فاصله این نقطه ها کمتر باشه از هم تیره تره، هر چقدر فاصله این نقطه هاتون بیشتر باشه سایه روشنتره، هر چقدر باز این نقطه ها بیشتر باشه از هم گسسته تر، روشنتر. شما کاملا میتونید یک تصویر رو با این میتونید تیرگی روشنیش رو نشون بدید. مثال ساده، این سمت برگ تیره تره، این سمت برگ روشنتره. همین تصویر رو دقیقا میشه با نقطه میشه کشید. این هم تمرین خوبیه، چون ضربه 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 زدن این خودش یه سبکه. تو این باز شما دوباره چی؟ طرح اصلیتون رو دارید کمرنگ میزنید. هر چی که هست شما دارید میکشید. خب هر موضوعی که از شما دارید میکشید طرح اصلیتون رو میزنید، بعد با این نقاط سعی میکنید تیرگی روشنیاشو به وجود بیارید. یعنی دوباره دارید نگاه میکنید شاید به یه سیب روبروتون، ولی این بار دارید با ضربه ضربه دارید تیرگی روشنیاشو چیز کنید. پس تمرینا زیاد شد. با پنسل سعی کنید، دو تا تمرین دادیم درسته، یکی قاشق و چیز استیل، ظرف استیل، بشقاب قابلمه استیل، با اون تنه درخت خشک، بنویسید یادتون نره. و با ابزار مختلف، چیزای مختلف، حتی با پن کراس هچینگ. و دیگه چی؟ اشیاء توی، یعنی مواد خوراکی، یه سیر ولی واقعی. از تصویرم استفاده گفتم چی نکنید، از عکس طراحی نکنید. این با چی بود؟ مثلا با پن کراس هچینگ شما میتونید تیرگی روشنیاشو بزنید. یا چیزای دیگه، میتونه یه سیب زمینی باشه که شکلش چیه؟ این شکلیه. البته اینو باید توی نور خاصی بذارید که از یه جهت، یا مثلا کنار پنجره اگه باشه، یا چراغ مطالعه، نور بتابونید روی شی، توی توی تقریبا فضای که نور کنترل شده است. خب که نور و اینا رو بتونید رو من ببینید. از یه طرف وقتی نور میخوره از پنجره بیرون، شما نور و سایه رو بهتر میتونید ببینید. مثل همون سنگی که کشیدیم، یه شیئی میتونه حتی چی؟ جینجر باشه. دیدی چه شکلی داره جینجر؟
یه جینجر رو بردارید توی نور، از این جزئیاتش طراحی کنید از شکل‌های طبیعی. خب یا هر موضوع دیگه که دارید طراحی می‌کنید، فقط اینکه آره. و شکل سوم پس چی؟ تیرگی روشنی این بود که هر موضوعی که دارید میکشید میتونه نور و سرعت میتونه به این شکل باشه با یه ابزار دیگه که بهتون چیز کلوفتر داره میده، خط و نقطه کلوفتر. مثل چی؟ مثل مداد شمعی مثلا. مداد شمعی بچه ها هستن منتها رنگ و فعلا کاری نداشته باشید. یه رنگ سیاه رو بردارید باش کار کنید، کرایون ها. یا میتونه ماژیک باشه، ماژیک سیاه باشه، تک رنگ ولی با سطح بزرگتر، نقطه 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 میشه کار کرد. پس به سایه ها توجه کنید. اون طرحی که از ژاک ویون دیدیم از مرد نشسته بود کناره و زمین رو دیدید چه خاکستری کنار میز نشسته بود و دستش به صورتش بود داشت فکر میکرد. خب زمین رو داشتید چه خاکستری داشت، هیچ چیزی سفید سفید نیست، یا اون خاکستری رو هم لحاظ کنید. اوکی. چطور بود؟ خوب بود؟ بله. سلام استاد، خوب هستین؟ حتما بخیر. مرسی. ببخشید من یکم دیر جوین شدم. نه خواهش میکنم. نداره. درس امروز خیلی هم خوب بود، ممنون از زحمات. عالی. خب خواهش میکنم. پس ایده گرفتید دیگه، تمرین کنید آیا ها. باشه. مهسا بانو شما اوکی. خواهش میکنم. مرسی. ممنون عالی. استاد، خوب بود. خواهش میکنم. خواهش میکنم. موفق باشید و تا هفته دیگه. هفته دیگه هم ببینیم چه جوری دیگه، اینجوری شاید توی این ماه راحت‌تر بشه ها؟ آنلاین برگزار کنیم. باش. آره. یا اگه میتونیم هم یه هفته آنلاین باشیم ما یه هفته مثلا حضوری باشه. خوبی حضوری اینه که من میتونم ببینم در واقع دارید چیکار میکنید و اشکالا رو اونجا میگم. درست. پس آره، موفق باشید و تا هفته دیگه. انشالله تا هفته دیگه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. موفق باشید. مرسی. خداحافظ.